به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بینندگان ارجمند، چه تصور دارید اگر جای رمه گوسفند باشد و آنجا چوپانی هم نباشد و دو گرگ گرسنه را سوی آن گوسفندان رها کرده شود؟ حال آن توده گوسفندان چه خواهد بود؟ طبیعی است، البته معلوم است، گوسفندان را می‌درند، می‌خورند، رمه را تاراج می‌کنند. از بس که مثال آوردن، مثال زدن از اسلوب‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعلیم و تربیه بود، ایشان به تمثیل این صحنه معنای را خواستن به ما امت برسانند. در حدیثی که آن را امام ترمذی و امام احمد حنبل روایت کردند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال و الشرف لدینه. یعنی فرمودند زیانی دو گرگ گرسنه‌ای که به سوی رمه رها کرده شوند، فرستاده شوند، از زیان حرص مال و جاه که بر دین و ایمان کس زیان می آورد بیشتر نیست. به عباره دیگر، اگر دو گرگ گرسنه را سوی رمه فرستاده شود و آن دو گرگ آن رمه را تاراج کنند، فاسد سازند، درند، این زیان آوردن دو گرگ گرسنه بر رمه از زیان حرص بر مال و بر جاه که بر دین انسان، بر ایمان انسان زیان می آورد، زیان آن دو گرگ بر رمه کمتر است. یعنی حرص بر مال و منصب بر دین و ایمان انسان چنان زیاد می آورد که از زیان این دو گرگ بر رمه بیشتر. دوستان گرامی، مال از مهمات اساسی روزگار است. شریعت اسلام به دست آوردن مال را از راه حلال فرض گردانیده و بعد به دست آوردن آن را حفظ کردن، نگه داشتن نیز از فرایض و از مرامهای اساسی شریعت است. اما با وجود این همه اهمیت که شریعت بر مال قائل است، آن را وسیله خوانده است، نه مقصود، نه مرام اصلی. یعنی مال و دارایی وسیله است که انسان را باید به مقصدهای دیگری رساند. به عباره دیگر، انسان باید مال را صرف کند تا به مقصدهای بزرگ و والا رسد، نه اینکه همه عمر خود را، وقت خود را، همه سلامتی خود را، همه هستی خود را در راه به دست آوردن مال صرف و خرج کند. اگر مال و دارایی در نظر کسی به مقصود مبدل گردد، یعنی مرام و مقصد اساسیش گردد، حیات آن کس برهم درهم می شود. حیات آن کس از مضمون و معنا تهی می گردد و چون محبت مال در دل کس ریشه دواند، انسان برای رسیدن به مال، برای به دست آوردن مال، هر چی که دارد قربان می کند، حتی آن چیز اگر دین و ایمانش هم که باشد. بنابراین قرآن عظیم الشأن قانون نفسانی را بیان نموده فرموده است: و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. یعنی هر کی را خداوند از خصلت شح، که معنای شح بخل آمیخته به حرص است، از این خصلت ذمیمه هر کی را خداوند حفظ کند، نگه دارد، دور دارد، پس آن کس رستگار است. یعنی خصلت حرص بر مال و جاه دنیا چنان خصلت باطنی خطرناک است که رستگار شدن انسان وابسته بر این است که این خصلت را نداشته باشد. به عباره دیگر، هرگاه که انسان از این خصلت ذمیمه پاک باشد، بعد میتوان گفت که رستگار خواهد شد. اگر در دلش حرص باشد، بخل باشد، رستگاری او زیر سوال است. بنابراین انسان هنگامی که بر مال و جاه و شرف و منصب دنیایی خیلی حریص می‌گردد، خیلی تشنه می‌گردد، امکان دارد جای دروغ گوید، جای خیانت کند، جای قطع رابطه خویش و تباری کند، جای امکان دارد مال کسی را خورد، جای کسی را ظلم و اهانت و ستم نماید، چون که مقصود اساسی او مال قرار گرفته، چون که مرام یگانه او رسیدن به آن مال و به آن شرف قرار گرفته. بنابراین برای رسیدن به آن مقصدش هر چی که دارد قربان میکند و به هر کار دست میزند. آیا نشنیده دوستان عزیز که ایده از بعض جرم و جنایت های خود، از ظلم و ستم خود گویا عذر آورده میگویند خب ما سپارش شده ایم، فرمان از بالا است، کلان چنین امر کرده است،
ما باید اجرا کنیم. این بهانه و عذرهای به اساس البته که شنیدیم و همه روزه میبینیم. راهبر، مسئول، مدیر میگوید میدونم این کار غلط است، این سخن اصلا اساس ندارد، باطل است، لیکن باید این کار را انجام دهم چون که سفارش از بالاست. این گونه نفران از بس که در دل حرص مال دارند، حرص بر منصب دارند، میخواهند در آن وظیفه‌ای که هستند که یک آبروی شکلی و صورتی نصیبشان گشته و آن هم چند روزی به شمار، حریص بر آنند که در آن منصب و در آن جاه باقی مانند، دیگر به هر کار دست میزنند، دروغ میگویند، خیانت میکنند، اهانت میکنند، ظلم و ستم میکنند. پس این گونه تصرف و رفتار آنان را تحلیل کرده برایم خواهیم دید که اگر حرص آنان نمی بود بر مال و بر این منصب، بر این پستی نمی افتیدند. باید این قانون ایمانی را هر مسلمانی در پیش نظرش قرار دهد که هر امر و فرمانی که صادر می شود، هر سفارشی که به او روانه می گردد، اگر برخلاف امر آفریدگار باشد، برخلاف امر حاکم مطلق خداوند یکتا قادر مقتدر، برخلاف قانونهای الهی که در شریعت برای بندگانش قانون گذاری کرده، اگر آن امر و فرمان صرف نظر که از کیست برخلاف امر آفریدگار باشد، به اعتبار است، ارزشی ندارد، نباید اجرا کرده شود. امر و فرمان خداوند یکتا عزوجل از امر و فرمان هر حاکم و راهبر و از هر امری سلطان و وزیر و امیر مقدم و بالاتر است. پس اگر بر هر بلا و مصیبتی که بر دین و ایمان کس میرسد اگر عمیق‌تر نظر نماییم، اسباب آن را، منبع آن را جستجو نماییم، خواهیم دید که اصل و منبعش از این است که در دل حرص مال دارد، حرص جاه و منصب دارد. بنابراین ایمان و دین او را این حرصش ضرر آورده، بیشتر از ضرر آن دو گرگی که پیامبر صلی الله علیه وسلم مثال زدند که بر رمه رها کرده می شود و رمه را تاراج می کنند، فاسد می سازند. به امیدی در امن و سلامت بودن در دین و ایمان و به امیدی پاکیزگی از خصلت حرص بر مال و جاه شما را در حفظ خداوند می سپاریم.